سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت شهر پراگ رسیده است. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید تماشا کنید. شکمرو تبی بلند و بهالی از خوداگ یکچینار. خدمات بهداشتی دوشنبه از زهرآلود شدن حداقل 18 نفر در دوشنبه خبر می‌دهد. زهرآلود شدگان همگی از یک نقطه خوراک عموم در محله یکچینار دوشنبه خوداگ خرید استعمال کردند. چرا خوردن خوداگ باعث زهرآلود شوی شد؟ خوداگ‌های یکچینار در ترکیبشان چی داشتند؟ تفصیلات خبر را در برنامه اخبار برایتان خواهیم گفت. کمیته زبان در تاجیکستان نگذاشت که والدان فرزندان را آخون، امار، اورورا و اسمیرا و امیلیه گذارند. رئیس این کمیته میگوید این گونه نام‌ها قابل قبول نیستند. در تاجیکستان والدان حق دارند تنها از یک فهرستی تهیه کرده این کمیته برای فرزندانشان نام انتخاب کنند، در غیر صورت باید اجازه کمیته را پرسند. چرا به کمیته نام آخون و آمار و اورورا پسند نآمد؟ منتظر باشید، در برنامه اخبار برایتان خواهم گفت. نواری دهشتناک امروزها در شبکه‌های اجتماعی پهن شد که باعث واکنش‌ها در جامعه قزاقستان شد. در نوارها صحنه شکنجه محبوس نمایش داده می‌شود که زندانبان‌ها دست به پشت او را آویزان کرده لط و کوب می‌کنند. نشر این نوار باعث تغییرات‌های کادری نیز شد. چرا زندانبان‌ها محبوس را لط و کوب می‌کنند و کی‌ها پس از نشر نوار از کرسی محروم شدند؟ در برنامه اخبار خواهید دید. صاحبکاران چین میگویند در تاجیکستان خود را خیلی خوب حس میکنند و با مقامات مناسبت خوبی دارند، در حالی که خود صاحبکاران تاجیک از فشار تمجوی و سرباری گرانی انداز پیوسته شکایت دارند. اما سرمایه‌گذاران چین یکی پی دیگر کارخانه ها را در تاجیکستان فعال کرده و کارگران چینی را هم جلب میکنند. سری موفقیت صاحبکاران چین در تاجیکستان در چیست؟ در برنامه اخبار برایتان میگوییم. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا نوگانی تازه روی داد، حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت ما را در پخش زنده در صفحه های آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و ادناکلاسنیکی همراهی کنید.